درود به تاجیکستان. چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدید به چنل خودتون. من اومدم امروز با یه ویدیو درخواستی. توی موسیقی تاجیکستان یه خواننده هستش، یه خواننده خانم به اسم زلیخا فکر کنم تلفظش باشه، و من به درخواست شما رفتم یکی دوتا از کاراشو گوش دادم و دیدم چقدر طرفدار داره توی تاجیکستان و جای دیگه و خیلی خوشحال شدم. بعد دیدم سبکش جوریه که توی رپ فارسی ایران یه خواننده هست به اسم سوگند که تو این سبک میخونه و با رپرای ایرانی تو رپ فارس فعالیت داره، همکاری داره و فکر کنم هم زلیخا همچین سبکی رو توی راش پیشه داره و یه دونه از موزیکایی که تازه همین چند وقته، یعنی یه هفته که دو هفته که بیرون داده، من اونو گوش نکردم که ریاکشن برم. الانم همون موزیکه. بچه‌ها دو نکته بگم و بریم سراغ ویدیو. اتحاد یادتون نره، پرچم ایران، تاجیکستان، افغانستان کنار هم بذارین اتحاد که من اونو پینش کنم. دو اینکه اگه دوست داشتین از من حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لایک، کامنت هم بزنین. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اونی که آبی پوشیده زلیخا. چقدر طبیعتش قشنگه، بهشته. دختری فرخارم، صد بچه خوش دارم، یک تهکش یارم، دیگش چی در کارم. یادم رفت اینو بگم، اسم موزیک دختر فرخوره. خب و من نمیدونم معنیش چیه. میشه بگین که چرا من اینجوری شدم امروز؟ بگین میشه بگین که اینو که دختر فرخور یعنی چی؟ دختر میدونم، دختر فرخور یعنی چی؟ چه معنی میده تو تاجیکستان؟ و اینکه انقدر سنگین معنیش که من اینجوری هنگ میکنم. بریم جنبان میروم بر ببری یارم، دختری فرخاره و صدقه فرخارم. جنبان میروم بر ببری یارم، دختری فرخاره و صدقه دختر فرخار. بعد فرخاری هم که مثلا میگیم ایرانی، تاجیکی، اونم فرخاری. یه معنی خیلی خاصی باید بده. کاش میدونستم، اینجوری خیلی راحت، خیلی بالتر میشه، جذاب‌تر میشه واسه من. این کیه دیگه؟ اون چنگک. ما هم از اینو داریم اینجوری میگن گله اینجوری میکنن. دخترها توی عروسی میکنن. یکی عمو رو بگیره. عمو خیلی خشمگین ها، مثل رابرت دنیرو تو فیلم گاو خشمگین. هرچی کردم رام بدامش کردم، کفترکی گوشه بامش کردم. هی سخت طلبگارای، تشنه دیدارای، نازای زلیخارای، بجان خریدارای. چقدر اینجا شبیه بازیگر زن ایرانیه که اسمش یادم نیست ولی خیلی پیچ‌کسوته. تو فیلم یوسف پهمی‌بر نقش زلیخا رو داشت. اینجا شبیه همونه. کلا ساخته شد. اگه مثلا تو ایران بود فکر کنم نقش زلیخا رو به خودش میدادن، اسمش هم که زلیخا. جنبان میروم بر ببری یارم، دختری فرخاری و صدقه فرخارم. انا جنبان میروم. دختر فرخاری یعنی چی؟ یعنی دختر با نجابت، دختری که خیلی ناز داره، دختری که خیلی نمیتونم باحاله. بر ببری یارم، دختری فرخاری و صدقه فرخارم. وای عمو اومد، فکر کنم باباشه. آره تو این
اینجا فکر کنم باباشه توی این موزیک ویدیو. آها راستی بچه لوکیشن کجای تاجیکستانه؟ خیلی قشنگ و سرسبزه. اینجا شبیه ماسوله تو گیلان، نزدیک خونه ما. اینجا خونه ها یه جوری شبیه ماسوله است. یک جای شویم خوبای دو جفتکی بدی سایه در سایه شویم خوبای دو نودنی حال سایه در سایه شویم خوبای. خوشش نیامد از پسره. یه جوری میمی که چهرهش بود. عمو ورزشکارا کوهستانیه. نگاه چه خونه های قشنگیه. فکر کن مثل ماسوله است. عمو واقعا زور داره. دود از کنده بلند میشه دقیقا همینجا. یاری ما خوش نظره خودم میدونم رفتار و گپ و گشت و گزارش دیگره خودم میدونم لبخند شیرین لهجه زبان شکره یاری جانمه همسایه شیدم خوب. راجبه یارش صحبت میکنه که خوبه و یه جوری با کمالاته. اینو میدونم. ببین چه گفت همسایه شی زبان شکره یاری جان زبان شیرینه. همسایه شیدم خوبه یک همسایه شدیم فوق‌العاده است. شیدم خوبه دو جفتکی بدی سایه در سایه شیدم خوبه. مثل دو تا قو گردنمون اینجوری به هم دیگه وصله. من اینو خودم گفتم معنیش این نبود ولی خب منظورم هم. دو نودنی حال سایه در سایه شیدم خوبه لیفتام زده در تگ دالو نکمه سهر چاپستیکه. آره اون پسری بچه هم نوجوونه فکر کنم داره حسادت میکنه. فکر کنم رقیب عشقی داره تو اینجا. همسایه شویم خوبه یک جای شویم خوبه دو جفتکی بدی سایه در سایه شویم خوبه. اوه اینا هم نقشه کشیده با رفیقاش که اونو پسره رو به باد بده. نودنی حال سایه در سایه شویم خوبه. آره به بادش داد. به باد رفت رقیب عشقی. این فلوته یا نیه؟ فلوت و نی با هم یکی هن؟ هر حال صدای بالی داره. هی بچه میام گفته و آواز کرد آمدن آی شهید دروازه کرد. الان اون نرسیده مثل این که فکر کنم قرار بود خواستگاریش بیاد با پدرش. این چیزی که من حس میکنم. الان هم زلیخا اینجا ناراحت. از اون نقش این دخترای فتنه رو داره. این نه زلیخا نه اون یکی دوستش. دیدی بهت گفتم این پسر زندگی نیست. دیدی بهت گفتم این اصلا اون آدمای چندشه. الان همین حرفایی که میزنن دیگه همیشه یکی از گند بزنه تو روی یه طرف. الان داره میگه دیدی گفتم. شش تا بدم پنجه دروازه کرد. پنچر شده فقط. رسون خودشو. هی جورا میام گفته و آواز کرد آمدن آیشه. اوه مادرش هم هست. مادرش عقب نشسته بود. دروازه کرد. فقط داماد یکم روغنیه. به بزرگی خودتون ببخشید. این پدر زلیخا همونی که گفتم مثل رابرت دنیرو تو فیلم گاو خشمگین
خیلی زور داره و اینا، مچش مینداخت دستش زد ترکون. بله شوخی هم هستن. چشم منو یعنی مثلا اینکه چشم منو انتظار دارم میکشم، یا مثلا منو خیلی توی انتظار میذارم. این همون بازیگر تاجیکی نبود تو سریال پایتخت؟ این خانومه توی فیلم پایتخت. بچه من خیلی هیجان زدم، دو سه تا اینجوری میگم وقتی که اینجوری به تته میافتم وقتی که میبینم یه چیز بامزه رو و جالب. و اون خانومی که میبینین اونجا هست کنار این آقاه که نقش زن و شوهر دارن، احساس میکنم چون از خالش فهمیدم حالت چشماش تو فیلم، تو سریال پایتخت تو ایران میده پایتخت، این تو اونجا بازی کرده بود. بچه اگه واقعا بازی کرده بود بهم بگین حتما. چقدر جالب، چقدر خوب. یک بچه زرمانه دیدم خندیدم رفت، چشماش مثلی بادام سنم خندیدم رفت. جالبیش هم بدونی کجای جالبیش اینه که اونجا هم نقش چیز بود، مادر داماد که رفته بود توی پایتخت، اینجا هم همون نقشو داره. مثلا نقش مادر شوهر کلا خوب بازی. اینجا اگه به بازه رفته اوت، و اگه ببرم باز اوت میشه کلا. چوب دو سنجس. وای پسر نباید این کارو میکردی. میدونی باید چی کار میکرد؟ باید بهش ثابت میکرد من زور دارم تا میآورد، بعد دستشو شل میکرد اون بخوابونه. اینجوری میفهموند. خیلی بهتر بود. اصالت مردانگی که من میتونستم اون نکردم. شرمنده شد مردم. یک بچه گذرمانه دیدم خندیدم رفت، چشماش مثل بادام سینم خندیدم رفت. تمام شد. اون حسود، اون رقیب عشقی هم رفت، اصابش خورد شد و اینا هم رفتن خونه بخت. زلیخا با این مرد روغنیه، پدرش هم که باخت. چه داستان باحالی بود و در کل که خیلی قشنگ بود. بچه‌ها اگه دوست داشتین باز ریاکشن برم به موزیکای زلیخا، من خودم که خودش حال کردم. میگم که یه تنوعی هم هست. مثلا یکی دیده بودم فکر کنم نمیدونم با باران خونده بود که اونم اگه دوست داشتین ریاکشن میرم، یا باز میگم دوست دارین لینک ویدیو رو بفرستین واسه من به موزیک که دوست دارین یا آرتیست که دوست دارین درخواستی، من زود ریاکشن رو میرم. این که میگم زود میرم ریاکشنشو میگیرم، تو طول هفته میذارم. اگه مثلا امروز که دوشنبه است نشد، سه شنبه چهارشنبه حتما واسهتون میذارم. مطمئن باشین این کارو انجام میدم، فقط یکم صبور باشید. بچه‌ها شما رو به خدا میسپارم، دوستتون دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی بدرود.